أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از کتاب بناء الاطفال مختصر بناء الافعال، از این کتاب ما و شما 16 درس یا 16 باب را گرفتیم از 22 باب صرفی و حالا باشد درس ҳабдаҳум یا باب ҳабдаҳум را خواهیم گرفت. هر کسی که این کتاب را دارد پس می تواند صحیفه 12 را بکشاید که در صحیفه 12 میگوید الباب السابع عشر، یعنی که باب ҳабдаҳум از 22 باب صرفی. همچنین بنده اینجا این را نوشته کردم که الباب السابع عشر، یعنی باب ҳабдаҳум از 22 باب صرفی. و فراموش نشود که ما و شما گفتیم 22 باب صرفی به 4 قسم تقسیم می شود. 6 باب ثلاثی مجرد است، این را ما و شما خلاص کردیم، و 12 باب ثلاثی مزید است. پس این باب ҳабдаҳум از بابهای ثلاثی مزید است. از 12 باب چند می شود؟ این باب 11. این باب 11 از بابهای ثلاثی مزید است. باب 11 از بابهای ثلاثی مزید و باب ҳабдаҳум از 22 باب صرفی. و همچنین فراموش نشود که باب 11 ثلاثی مزید از جمله بابهای هست که در اون 3 حرفی زیادتی هست، 3 حرفی زائده دارد. چطور ما گفتیم 4 باب اخیر 12 باب، 4 باب اخیرش 3 حرفی زائد می شود. یکم کلمه که 3 حرف زیادتی می شد، بابی که زیادتی می شد باب 15 بود، این باب استخرجه بود. دویم باب اعشو شبه بود و سیوم بابی که 3 حرف زیاد می شود باب اجلووزه هست، باب افعوله هست. اکنون حالا میبینیم که حرفای زایده چی است، یا صاحب کتاب برای ما و شما چی میگوید درباره باب 17. میگوید که الباب السابع عشر، باب ҳабдаҳум از 22 باب صرفی، وزنه یعنی ترازوی باب ҳабдаҳум چی است؟ ترازوش میگد همین است که افعوله، دقت بتید واو تشدید دارد، شده دارد. افعوله یفعولو افعوالا، پس این ترازو بوده است. افعوله یفعولو افعوالا، این ترازو است. پس ما با همین هموزن کلمه ترازوی ما، یعنی موزون ما، این اجلووزه هست. میگه موزونه، یعنی هموزن همین ترازو اجلووزه، اجلووزه یجلوذو اجلووزن، این کلمه است. پس ببینید اجلووزه اصلی کلمه را ببینید، ف و عین و لام اصلی کلمه است. پس جیم و لام و ذال اصلی کلمه است. پس این کلمه را اصلش چی بوده است؟ جلذه. جلذه اصلش کلمه جلذه بوده است. جلذه یجلیذو، یعنی باب دویم بوده است، باب ضربه یا ضریبو. پس این جلذه باب دویم را ما باب 17 برای چی بردیم؟ سببش چی است؟ صاحب کتاب بیان میکنه، دقت بتید. خب و علامته، اکنون میگه نشانه باب ҳабдаҳум، علامت باب ҳабдаҳум همین است که ان یکون ماضیه على 6 احرفین. میگه فعل ماضیش حساب کنید، میگه 6 تا حرف دارد. بیا دقت بتید، 1 تا، 2 تا، 3 تا و این 2 واو 5 تا و این لام قطع 6 تا. 6 تا حرف دارد. این را دقت بتید.
الف و جیم 2 حرف، لام 3 حرف، دو واو قد 5 حرف، ذال قد 6 حرف. یعنی فعل ماضی 6 تا حرف دارد. پس از این 6 تا حرف 3 حرفش حرف اصلی است، 3 حرفش حرف زیادتی است. بیایید حرفای زیادتی را ببراریم. دقت بدید. میگوید که این الفش الف زایده است، یک تا زیادتی، و این واوها هر دوش زایده هستند. دو واو هر دوش هم واوهای زیاده هستند، زایده هستند. پس ببین این الف با دو واو زایده چند حرف می شود؟ 3 تا حرف. همگی می شود 3 حرف. پس ف و عین و لام اصلی کلمه است. چطور گفتیم در اینجا؟ ببین این الف حرف چی است؟ حرف زایده است. این الف حرف زایده است و این واوها هر دوش زایده هستند. پس جیم و لام و ذال جلذه اصلی چه بوده است؟ اصلی کلمه. پس حرفای زایده را ما دانستیم که در اینجا چند تا بوده است؟ 3 تا. 3 حرفش اصلی است و 3 حرفش زایده. از 6 حرف 3 حرف اصلی است و 3 حرف زایده. خب اکنون میگه و علامت ان یکون ماضی علی 6 احرف، نشانش میگه همین است که فعل ماضیش 6 تا کلمه حرف دارد. بزیادت الهمزه فی اوله، میگه در اولش زیاده چیدگی است همزه. ببینید الف ببینید زیاده است، همزه. در اولش ما همزه را زیادتی کردیم. در اولش چی را زیادتی کردیم؟ همزه را زیادتی کردیم. یک تا والواوین بین العین و اللام، میگه دو واو با ما زیاد کردیم در بین عین و لام. ببین عین و لام کلمه ده واو دو تا را ما همراه کردیم. دو واو زیادتی، این واو شده‌دار یعنی دو واو است. پس ما دو واو رو یک جا چیکار کردیم؟ یک جا همراه کردیم. پس چند تا شد؟ این الف همزه با دو واو میشه 3 حرف زایده. 3 حرف زایده و 3 حرف اصلی. از این حساب است که این از بابهای ثلاثی مزید بابی 11 می باشد. اکنون بعد از این صاحب کتاب برای ما و شما میگوید و بناؤه. اکنون ساختی بابی 17 برای چی است؟ بابی 17 را برای چی عربا ساختگی هستند؟ مثلا بابی جلد یجلذو، بابی یکم، بابی دوم، بابی ضرب یضربو. از بابی دوم بابی 17 برای چی میبریم و کلمه را؟ چی فایده دارد که ما 3 حرف از زیاد کنیم، جلده را بگیریم اجلووزه بکنیم؟ برای چی؟ فایده اش چی است؟ میگوید که و بناؤه، یعنی ساخت بابی 17 ایضا للمبالغه لازمی، همچنین برای مبالغه لازم است. با شما مبالغه لازم دیگر میدونیم، ما و شما مبالغه لازم رو میدونیم. مبالغه لازم یعنی فعل جلده فعل لازمه، متعدی نیست، فعل لازمه. همین فعل لازمه باز مبالغه میکند، زیاد نشان میتید. به مثلی بابی 12 نه، بابی 12 ما چی گفته بودیم؟ بابی حمیره. ببینید حمیره، حمیره یعنی سرخ شد، کمتر سرخ شد. وقتی بابی 11 میبریم چی میشود؟ میشود احمر، یعنی بسیارتر سرخ شد. حمیره فعل لازم بود، احمره همچنین فعل لازم است، فقط مبالغه است، یعنی سرخش بسیار شد. اکنون جلده یعنی رفتن شتر، عادی رفتن شتر رو میگن جلده. جلده شتر آهسته آهسته رفته است، یعنی با خاص خودش میده رفته است، جلده. لیکن اکنون عرب میخواد بگوید که شتر تیز رفته است. چی میگه؟ میگه که اجلووزه، یعنی بابی چندش میارد؟ بابی 17. بابی 17 میارد. جلده را اجلووزه بابی 17 میارد، معناش میشود شتر تیز رفته است. اجلووزه تیز رفتن شتر را میگویند، جلزه رفتن عادی شتر را میگویند. پس تیز رفتن چی بوده است؟ وقتی میخواهند فعل لازم بگیم مبالغه کنن، زیاد نشان بدهند، پس جلده میکنن. اکنون شما در ذهنتون بگیرید چند باب برای مبالغه لازم بوده است تا امروز ما خواندگیمون؟ 3 باب. بابی چند است؟ بابی 11، بابی 12، بابی احمر، بابی 12 و بابی 16 اعشا و شبه و بابی 17 بابی اجلووزه. این 3 باب برای مبالغه هست. همچنین باز در آینده باز میاد که چند تا دیگر برای مبالغه هست. تا امروز ما و شما 3 باب رو
بیناش ساختش برای مبالغه لازم است و بس که یگان تغییرات نمیره، فقط در معناش زیادتی را نشان میتید و بس. اکنون میگوید که لانه یقال، زیرا اینکه میگد گفته میشود، زیرا اینکه گفته میشود که جلدت الابل، ببینید جلدت الابل یعنی راه رفتن شتر رو میگه که جلدت الابل اذا صار سیرا بسرعت، وقتی رفتن تیز رفتن که بگیرد شتر رو میگن جلده، رفتن شتر رو تیز رفتنش رو چی میگن؟ جلده. و یقال اجلوذت الابل، اکنون باز از این دم زیادتر تیز برود، یعنی که تیزیش باز زیادتر شود، میگفته که اجلوذت الابل اذا صار سیرا بزیادت سرعت، میگه وقتی که شتر برود رفتنی که با سرعت تیز، یعنی شتر دویده است او را میگن جلده، اکنون تیزتر بدود او را میگن اجلوذه. پس اجلوذه تیز رفتن. ببین رفتن اینم رفتن است یا دویدن اینم دویدن است، لیکن دویدن کمتر آسته‌تر و دویدن با سرعت بلند، یگون فقط در مبالغه در معنا شد و بس. مبالغه در چی شد؟ در معنا شد و بس. از این حساب است که ساخت بابی هبده برای چه بوده است؟ برای مبالغه. و همچنین بعد از این اعرابش بیان میکنه، میگویم که حمیره اجلوذ الابل، این مثال رو در اینجا نوشته نکردم، اجلوذ الابل، اجلوذت الابل، اجلوذت الابل یعنی که با سرعت بلند رفت شترها. خوب دقت بدید، اجلوذ فعل ماضی مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، تي حرف تانيث، حرف علامة التانيث لا محل له من الاعراب، الابل فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. این گپ‌های نحوی است، نه گپ‌های صرفی، از علم نحو است، لیکن در اینجا بنده جاش کردم. خب اکنون باب 17 با همین به آخر رسید. یک چند فایده های دیگری هست که بنده میخواهم اونها را به سمع شما برسانم و بعد میگذاریم در اشتقاق های 12 گانه. خب اگر رفتو که روز در کدام کتاب شما کلمه دقت بتید اجلیوازن، ببینید اجلیوازن، همین کلمه را در هر کجایی که دیدید اگر شما را سوال کنند که این از کدام باب است، شما میگید که اجلیوازن از خود باب 17 است، از باب اجلووزه است. پس بگن این یا از کجا برآمد؟ این یا میگیم انا همین دو تا واوی که در اینجا است، اصل این کلمه به این طریق نوشته می شود که اجلووزه، اجلیووزن. دقت بتید، اجلیووزن اصل کلمه این طریق است، یعنی دو واو قطعی. واو یکم ساکن ما قبل کسره، ما قبلش کسره کی هست، این واو رو ما قلب چی کردیم؟ به یا کردیم. این واو یا کردیم، از این حساب یا می نویسنش که اجلیووزن. این طور هم هست در بعضی کتابا، اما شما بدانید که اصلی همین کلمه است، اجلیووزن. این همین کلمه است، یگان کلمه دیگر نیست. این یک فایده، این فایده را در ذهنتون داشته باشید که این واوهایتش قلب بیان میشده است در بعضی جای ها. این یک فایده. یک فایده دیگر از همین باب اینجا میخواهم بر ذهن شما برسانم که در کتابای بعدی، در کتابای بالایی انشاءالله اینها را با تفصیل میخونم، حالا مختصرا که شما معلومات داشته باشید. در بعضی کتابا یا که کسی سوال کند بگن اجلیووزن از کدام باب است؟ پس شما بگویید که از باب 17 هست. یعنی اجلیووزن این دو تا یا که هست، همین دو واو است، قلب یا شده است. همین دو یا قلب چی شد؟ با واو شد. دو واو قلب یا شد. همین کلمه است.
اجلیادن. پس بعض کتاب ها در اجلووزه را به این طریق می نویسن. در کتابات ها نویسته بگیرید اجلیاده، اجلیاده. ببینید اجلیاده دو واو دو یا میکنن. در بعض کتاب ها همین طور آمدگی است که اجلیاده یجلیذو یجلیذو اجلیازن مصدرش می شود. اجلیذ یجلیذ اجلیازن. پس بدونید که از باب چنده؟ باب 17. وقتی اجلیذ که میگن افعیل میگن با مثل یا میکنید. یجلیذو که میگن یفعیلو میگن. این دو واو دو یا میکنید با مثل این. اجلیازن که میگوید این دو واو یا میکنید پس میگن افعیلن. پس این فایده هایی هست که در کتاب های معتبر و کتاب های کلان این قاعده ها را شما خواهید خواند. اما تا اون خواندن چند کتاب دیگر خواندن در کار است که به اینجا میرسید. از این حساب این فایده ها را در ذهنتون بگیرید و خلاص. اصل این باب را در ذهنتون بگیرید که اجلووزه است. اما اون احتمالایی که گفتیم شاید این سوالا بشود، شاید این در کدام کتاب همین چیزا ببینید. پس شما در فکر نروید که این چی باب باشد و چی طور و چگونه شد. پس انا همین طور می آید و انا همین طور خوانده می شود و نوشته می شود. خب اکنون با همین باب 17 ما و شما از 22 باب صرفی و باب 11 از 12 باب ثلاثی مزید با آخر رسید و بیایید یک جا این باب را مشتقاتش را می بینیم که مشتقاتش چی طور می آید. خب فعل ماضی باب 17 اجلووزه هست. اجلووزه. اجلووزه را معناش چی بود؟ تیز رفتن شتر، با سرعت بلند رفتن شتر. اجلووزه پس 14 صیغه دارد. یگان تغییرات که نیست. زود شما خودتون میتونید که بگویید. چطوره که در بیدان خواندیم تا امروز هر یک باب را تکرار میکنیم که میتونید که دیگر آسانی را بگویید که اون تغییرات نیست. یعنی اجلووزه 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 اجلووزت اجلووزت اجلووزن اجلووزت اجلووزتم اجلووزتم اجلووزت اجلووزتم اجلووزتون اجلووزت اجلووزن. 14 صیغه معلوم. با بگیریم مجهولش کنیم و قبل آخر را کسر و حرف اولی متحرک را دم و همزه وصل همچنین دم میشه اجلووزه. اجلووزه 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 اجلووزتم اجلووزتم اجلووزت اجلووزتم اجلووزتون اجلووزت اجلووزن. 14 صیغه مجهولش همچنین. بعد از این فعل مضارعش که چی میشود؟ یجلوذو. یجلوذو. یجلوذو یعنی که شتر با سرعت بلند می رود در زمان آینده. یجلوذو. پس یجلوذو 14 صیغه دارد. یجلوذو یجلوذون یجلوذون تجلوذو تجلوذون یجلوذن تجلوذو تجلوذون تجلوذون تجلوذین تجلوذون تجلوذین تجلوذن اجلوذون اجلوذو. پس 14 صیغه مجهول معلومش. باز مجهولش میکنن یجلوذو یجلوذو یجلوذون یجلوذون تا آخر شد. دیگر شما خودتون بگید. بعد اسم فاعلش چی میشود؟ مجلوذون. مجلوذون یعنی یا شطوری تیز رونده. مجلوذون مجلوذون. پس 6 صیغه دارد. صیغه هاش خودتون بگید که مجلوذون 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 مجلوذات مجلوذاتون مجلوذاتون. بعد از اسم مفعول چی میشود؟ مجلوذون. مجلوذون مجلوذون. اصلا گفتم اسم فعل لازم است. این فعل لازم که است برای اسم مفعول کردنش با حرف با علا یا علیه یا بهی گفته با حرف جر متعدی میکنن. اما از باب تعلیم مجلوذون میشود که شما بنویسید 6 صیغه دارد. بعد از این فعل چی است؟ فعل جهد است که لم یجلوذ. یجلوذ. لم یجلوذ یعنی که تیز نرفت در زمان گذشته. لم یجلوذ تیز نرفت چطور در زمان گذشته.
خب بعد از این فعل نفی چی است؟ این 14 صیغه داره. 14 صیغه همچنین بگویید: لم یجلوذ، لم یجلوذا، لم یجلوذو، لم تجلوذ، لم تجلوذا، لم یجلوذن، لم تجلوذ، لم تجلوذا، لم تجلوذو، لم تجلوذی، لم تجلوذا، لم تجلوذن، لم اجلوذ، لم نجلوذ. 14 صیغه با مجهولش کنید: لم یجلوذ، لم یجلوذا، لم یجلوذو. 14 صیغه اش رو بگویید. بعد از این فعل چی است؟ نفی است که لا یجلوذو، یجلوذو، لا یجلوذو. لا یجلوذو یعنی که تیز نمی رود، با سرعت بلند نمی رود. چطور؟ در زمان آینده. این 14 صیغه دارد. همچنین به مثل فعل مضارع است. شما خودتون دیگر بگویید، فقط لا در لا نافیه را در اولش بمونید. بعد از این فعل امرش می شود اجلوذ. فعل امرش چی می شود؟ اجلوذ. اجلوذ یعنی که تیز با سرعت بلند برو. اجلوذ. پس 6 صیغه دارد فعل امر: اجلوذ، اجلوذا، اجلوذو، اجلوذی، اجلوذا، اجلوذ. نه 6 صیغه اش رو شما خودتون بگویید. بعد از این فعل چی است؟ فعل نهی. فعل نهی چی می شود؟ لا تجلوذ، لا تجلوذ. لا تجلوذ یعنی که تیز نرو، با سرعت بلند نرو. فعل نهی است. و این 8 صیغه فعل معلوم دارد و 14 صیغه فعل مجهول دارد. شما خودتون دیگر این را در دفتراتون نوشته کنید. بعد از این اسم زمان و مکانش به مثل اسم مفعول می شود: اسم مشترک مجلوذون. و اسم آلت از این باب نیست، اسم تفضیل از این باب نیست. پس اسم مفعولش اسم مشترک است که اسم مفعول و اسم زمان و اسم مکان، اسم آلت به همین وزن می آید و بس. مجلوذون، مجلوذون. پس این بود درس امروزه ما و شما. با این درس امروزه را به پایان رسانیدیم. پس شما خودتون میتونید که در دفترتون با یا همین کارها را بکنید: اجلیذ، اجلیذا، اجلیذو گفته تا آخرش، یجلیذ، یجلیذون، یجلیذون تا آخرش معلوم و مجهولش، اجلیذن که این مصدر هست. اینا را میتونید که شما خودتون دیگر تصریفات چطوری که کردیم با واو به یا را شما خودتون میتونید در دفتراتون نوشته بکنید، به خاطر تعلیم و به خاطر یاد گرفتن و به خاطر عادت کردن به تصریف، به تغییر و به تلفظ کردن این اشتقاق ها و این کلمه هایی که ما و شما از یک فعل ماضی که از مصدر چطوری که گفتن عرب میگیرد در کتاب بدان ما و شما این رو خواندیم. پس درس امروز را اینجا به پایان میرسانم و امیدوار هستم که از این درس ها فایده به دست آورده باشید و الله تبارک و تعالی هر کجایی که باشید سلامت و موفق باشید و الله سبحانه و تعالی فهمیدن حق و عمل کردن با حق را برای یکایک ما و شما نصیب بگرداند و الله سبحانه و تعالی ذهن های یکایک ما و شما را گشاده بگرداند برای حفظ کردن و فهمیدن و دانستن این آلت هایی که ما و شما را به فهمیدن قرآن و سنت میرساند. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و تا درس آینده سربلند و موفق باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.